شده که همکارانمون در محل حضور پیدا کردن. مشخص کردید که خانمی به شدت مجروح شده و بلافاصله توسط اورژانس امداد به بیمارستان انتقال که پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص کردید که خانم بر اثر اصابت گلوله مجروح شده. لذا بلافاصله موضوع رو پیگیری کردن همکارانمون که مشخص کردید این خانم حدود 2 ماهی هست که با همسر مشکل خانوادگی پیدا کردن. بحثشون بالا میگیره که با توجه بر این که اون همسر این خانم هم از قبل یک سلاح کلتی رو از پیش تهیه کرده بود برای خودش در اونجا، بعد مورد اصابت گلوله قرار میده و بلافاصله از صحنه هم متواری میشه. با توجه به اهمیت موضوع دستگیری و شناسایی قاتل متواری در دستور کار کارآگاهان ویژه قتل ما قرار گرفت که با اقدامات بسیار خوبی که همکارانمون انجام دادن موفق شدن قاتل رو شناسایی بکنن و دستگیر که اون سلاح که در صحنه ازش استفاده بود کشف شد. در نهایت هم با بررسی که انجام شد انگیزه و قتل هم همون اختلاف خانوادگی بوده که بین اینها بوده و هیچ مورد دیگه هم نبوده.